امکان داره که من دریافت شهودی مستقیم داشته باشم؟ بله. به چه شکل؟ به شکل تصویر، عکس، فضا، ادراک، جمله، شعر. یا میگه شعرایی اومده تو این حال میرم یه مدت شعر می‌نویسم، تو عمرم شعر نگفتم اصلا برای خودم عجیبه. اینا میاد منم می‌نویسم. عرض کردم به شکل شعر میاد، ندا، صدا، آوا، جمله، کلمه، تصویر، عکس، فضا. آگاهی به هر شکلی ممکنه بیاد. ذات هستی مگه میتونه با ما حرف بزنه؟ بله. به فارسی؟ بله. به انگلیسی؟ بله. مثل یه آدم؟ بله. مثل غیر آدم؟ بله. یه جوری حرف بزنه که هیچ صدایی نباشه ولی من درک کنم؟ بله. به شکل هیپنوتیک؟ بله. به چه شکل دیگه؟ به هر شکلی که فکر کنید میتونه ارتباط برقرار. ما میتونیم دریافت آگاهی داشته باشیم، ما میتونیم تجربه شهودی داشته باشیم. آیا این مال آدمای خیلی خاصه؟ نه. فقط عرفا؟ نه. مالکیه همه. پس چرا ما هیچ وقت اینو نداریم؟ ذهن زمخت شده، اینو آروم می‌کنی تجربه داری. پس دریافت آگاهی، شکار آگاهی توسط انسان مقدوره. باید یاد بگیریم اینو. این مهارته.